مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به طویله مجلس شورای اسلامی با شما صحبت بکنیم. یعنی من دیگه نمیتونم واژه‌ای بهتر از طویله و مرکز دزدی با شما صحبت بکنم. به جای اینکه مجلس شورای اسلامی مرکز قانونگذاری باشه، اونجوری که مسئولین امنیتی و نظارتی ایران میگن، این مجلس دزدی شده تا مجلس تصویب قانون. حالا جلوتر هم با سند و مدرک بهتون میگم، فکر نکنید حالا ما خارج از کشوریم داریم به اینا میگیم دزد و اینا چنان ضدشیم. نه، خودشون داخل خودشون دارن میگن اینا دزدن. قبل از هر چیزی میخوام به شما بگم که یعنی یه سری آدم بی سواد، حراف، دل و دزد و نمیدونم دیگه چه واژه دیگه استفاده بکنم، رفتن تو مجلس. نمونهش آقای قاضی‌پور 2 دقیقه و 20 ثانیه توی صحنه علنی مجلس فقط داد و بیداد کرده. یعنی من الان این 2 دقیقه و 20 ثانیه رو برای شما پخش میکنم. هر کسی فهمید موضوع صحبت‌های نماینده مجلس چیه، کامنت بذارید، من شخصا بهش جایزه میدم. یعنی نماینده مجلس نگو بلا بگو. ببینید اصلا چی میگه، داغون، اصلا جفا رفته تو زبان و ادبیات فارسی و ضرب المثل و هر چیزی که هست. ببینید پیغمبر عظیم شهرستان گفته از گهواره تا گو طلب دانش. امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلب علم به چین هم مسافرت کنید. طول افتخار ترین کار شما دبیر هیئت دولت بوده. همکاران عزیز، همکاران محترم، نمایندگان هستند. مردم از صدا سیما میبینند که نمایندگان چطور هیئت رئیسه وظیفه‌ش آقای عباسی راهنمایی کنید دوستان بره صندلی‌هاشون بنشینن. بفرمایید آقایان، بفرمایید. ببر شما صحبتتون بفرمایید. آره اصلا نمیشه که آروحان دکان باز کرده. همکاران، ارتقاء زارگاه فعلی آموزش پرورش و تکامل تدریجیان به یک نهاد فراگیر حاکمیتی و تحقق اهداف بالای نظام نیازمند همراهی و همکاری همه اعضای آن، به ویژه معلمان زحمتکش و صبور است. آقای میرزایی 20 سال در نهضت بودن، هنوز بی سوادان در مملکت هر روز بیشتر بودن. ایشان که در نهضت موفق نبود، چرا میخواد آموزش پرشا به دست ایشان بسپارید؟ آموزش پرش مهمترین ارگان اصلی نظام است. جهانگیری عزیز، خودت وزیر میشدی، وزیر آموزش پرورش میشدی، تمام ساختار رو به کار میگید. نمایندگان وطن، آقایان بزن آقای جهانگیری بشنوست، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگید نماینده محترم به کنار. آقای لارزانی بگید نماینده به کنار. دوستان در صندلیاتون مستقر باشید. بفرمایید دیگه. آقای نماینده که عقبت به ما کردید، به نماینده عزیز کردید، بفرمایید به صندلی. همتی به کنار. همکاران، این شأن منزلت نمایندگان است. آقای همتی نماینده سیمنان، آقای همتی تو پشتت به ناطق. بله دیگه، یعنی بلاییه برای خودش این نماینده مجلس. حالا خود کسایی که توی مجلسن میگن داداش یواشتر، آرومتر، این وحشی بازی ها چی، اصلا موضوع چیه، راجع به چی داری صحبت میکنی، چی کشیدی، ساقط چی بوده، اصلا معلوم نیست دیگه. بعد اینا میدونید دیگه قبل از انتخابات میرن تو مجلس فقط عربده میکشن. دیدید دیگه، مثلا تو مجلس میگن احسن اینجور صحبت ها هم میکنن. این عربده کشیدن ها فقط به خاطر رأیه. یعنی شما فکر نکنید به خاطر مردم. اگه به خاطر مردم بود وضعیت مملکت اینقدر داغون نمیشد و رو به گرونی و نمیدونم چیزای دیگه نمیرفت. یه حقوق بازنشسته میخوان تصویب بکنن، 4 سال تو مجلس هیچ غلطی نکردن. یه قلم قانونی که مثلا میخواستن تصویب بکنن، گفتم که 4 سال مثلا میخوان راجع به حقوق بازنشسته صحبت بکنن، یه همسان سازی حقوق بازنشسته رو عرضه نداشتن انجام بدن. مثلا تصویب کردن، رفته نمیدونم تو شورای نگهبان، یا قبل از اینکه بره تو شورای نگهبان دیدن آقا جیب خودشون پرپول نمیشه، به صرفه براش نیست، بازنشسته است دیگه، پیره افتاده تو خونه، آقا درک مثلا حقوق نگرفته
بذار اون جوونایی که ما میتونیم باشون ران تو لابی بکنیم اونا حقوقشون بره بالا. یعنی یه حمایت از بازنشسته ها نکردن، از معلما نکردن توی مجلس، از کسایی که کارگرن زحمت کشن توی مجلس نکردن. بعد افتخارم میکنن نماینده مجلس. حالا این خوب، همین آقای قاضی پور چند وقت پیش میگفتش که من رو مین رفتم، نمیدونم از هلیکوپتر سقوط کردم، نمیدونم از مردی افتادم، اصلا این وضعیه. یعنی توی این کلیپ اگر نگاه بکنید همه چی میگه. من موندم چجوری الان زنده است این صحبتی که داره میکنه. ببینید این صحبتشو. من چند بار از هلیکوپتر سقوط کردم، چند بار روی مین رفتم. از هلیکوپتر سقوط کردین؟ یعنی چطوری؟ هلیکوپتر از بین رفته، ما زنده ماندیم. بعد چند بار روی مین رفتم، چند بار مجروح شدم، چند بار در عملیات به عنوان نفر اول خدشکن عمل. بله، صحبت آقای قاضی پور هم شنیدیم. یعنی تا الان که ایشون زنده هستن یعنی معجزه‌ای شده. و از اون طرف در طویله مجلس هر کسی هم، یعنی هر چیزی که اتفاق میفته پاس میده به لاریجانی، میگه آقای لاریجانی انگار ناظم مدرسه است، مثل بچه‌ها تو کودکستان. لاریجانی ببینید چی میگه، اصلا به نگاه کنید خودتون متوجه میشید. استرسات برسه. آقای دکتر لاریجانی، آقای دکتر شروع مدیریت میکنید. آقای عزیزی هر بوده برو کنار. آقای عزیزی بفرمایید. آقای عزیزی بفرمایید بنشین، مقصودشون شما نبودین. حالا این نماینده مجلس چجوری میشن وحشی میشن، چجوری میشن دلدوز میشن؟ به خاطر اینکه شکمشون سیره. وقتی نماینده مجلس شکمش سیر باشه و خبر از درد دل مردم گرسنه شهر نداشته باشه، خبر از فقر مردم نداشته باشه، اینجوری وحشی میشه و عربده میکشه. البته این گشنگی و سیری نماینده مجلس رو بازم من نمیگم اینو خود نماینده مجلس ضد خودشون میگن درست در روزی که داشت توی مجلس یه سری قانون ها تصویب میشد، توی همون رستوران مجلس 4 نمونه غذا رایگان سلف سرویس در اختیار نماینده مجلس گذاشته بودن کوف کنن. ببینید، یعنی خود مجلس همون روز که حرف میزدیم 4 نوع غذا میداد و سیستم باز، هر که هرچی میخواد برداره. این حاکم وقتی شکمش پره اصلا فکر گرسنه نیست و حقم نداره از عدالت دفاع کنه، چون خودش تبعیض رو ترویج میکنه. دوم این که ما عرضه نداریم نظارت کنیم. من همیشه مجلس را زیر 10 نمره دادم در نظارت. بعد این دامادصاحب نماینده مجلس اصلا شکم سیری ندارن که. فیلماشون که با زن و دخترها یکی یکی میاد بیرون دیدید، دل و دزدیاشون هم داره میاد بیرون. بعد دیروزی که از مسئولین شورای نگهبان صحبت کرده، گفته که 247 نفر از نماینده مجلس فعلی ثبت نام کردن برای دور بعدی، 90 تاشون رد صلاحیت شدن که از این 90 تا همشون هم مشکلات مالی و رانتی داشتن. یعنی 1/3 این مجلس دل و دزدن. اینو شورای نگهبان میگه، نه رسانه‌های خارج از کشور میگن، نه اون کسایی که میخوان امام انقلاب به خطر بندازن. شورای نگهبان میگه از 247 نفری که ثبت نام کردن در مجلس 90 تاشون دل و دزدن و صلاحیتشون تایید نشه. یعنی شما ببینید چقدر این مجلس داغونه که یه مش دل و دزد به صورت لیستی رفتن بهشون رأی دادن، رفتن تو مجلس. رأی گرفتنشون هم خب دیدید دیگه، غذا میدن و یه نوشابه میدن به سری آدمی که لنگ نون شبن، یا رأی‌ها رو میرن میخرن، اینجوری رأی میگیرن میرن مجلس دل و دزدی میکنن. ببینید صحبت مسئولین شورای نگهبان رو که میگن 90 نفر رد صلاحیت شدن. بازم تاکید میکنم ما نمیگیم، خود مسئولین تو ایران میگن دل و دزدن این نماینده مجلس. نگاه کنید. اولا از اون تعدادی که حدود فکر میکنم 240 و اندی ثبت نام کردن، مستحضر هستید که یه تعدادی ثبت نام نکردن. از اون رقم 240 و فکر میکنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله، که خب بیشترش عرض کردم جرایم مالی و اقتصادی و سوء استفاده های مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است. برخی از اینها تو همین فاصله اومدن، ما توضیحات لازم رو خدمتشون ارائه کردیم. کارشناس مربوطه بوده، گاهی اوقات خود من بودم، سایر اعضای محترم شورای نگهبان. ملاقات‌هایی هم صورت گرفته، در آینده هم طبیعتاً این ملاقات‌ها ادامه خواهد داشت برای افراد و تلاش می‌کنیم که واقعاً نسبت به افراد
و مثلا افرادی که قبلا تایید صلاحیت داشتن مستندات قوی داشته باشیم. اگر ما مستنداتمون خدای نکرده ضعیف باشه، حق با افراد هستش که ثبت نام کردن و خیلی ما اصراری در این جهت نداریم. ضمن اینکه این را هم عرض میکنم که این مرحله در واقع در حوزه شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت مرحله اول هستش، مرحله قطعی نیست، مرحله است که هیئت‌های نظارت استانی اعلام نظر کردن و مرحله دوم مرحله شورای نگهبان هستش. ممکنه این آرای هیئت مرکزی و هیئت‌های نظارت استانی هم تغییر پیدا بکنه که طبیعتاً اون موقع این عددهایی که من خدمتتون عرض کردم مثلا 90 نفر حدوداً از نمایندگان مجلس ممکنه کاهش افزایش هم پیدا بکنه. بله دیگه. حالا این نماینده مجلس چجوری میرن تو مجلس رأی میگیرن؟ نمونهش رو براتون مثال میزنم. آقای محمد عزیزی یه فیلم ازش داریم که قبل از انتخابات یعنی یه یقه جرم میداد، آدم قیافه‌شو میدید میگفت این 2 دقیقه دیگه شهید میشه. اینقدر این آدم خودشو پاک و معصوم و طاهر نشون میداد. رأی رو گرفت، رفت تو مجلس به جرم اختلاس. مسئولان امنیتی ایران چند ماه گرفتن بازداشتش کردن. نمیدونم اختلاس سایپا بود، ایران خودرو بود، چی بود، به عنوان دلادوس. حالا همچنان هم با قید وثیقه بیرون نتونسته وثیقه‌های لازم رو هم برای تمدید بیرون بودنش تامین بکنه. گویا میخوان با لگد دوباره بکننش تو بازداشت. بریم این صحبت‌های آقای محمد عزیزی هم بشنویم. از هیچ باک ندارم تا آخر انتخابات هم وایسادم. این زمانیه که یک جوون باید بره به مجلس. اگر تکلیف بذارید جوون بره این تکلیف رو انجام بده. اگر وظیفه شرعی بذارید یک جوون وضعیت شرعی رو انجام بده. من از همه شما یا علی میخوام جوونای ابهری، جوونای خرمدره‌ای، جوونهای ساین نهیدج و سلطانیه یا علی بگی. بله این نماینده مجلس اصلا اعجوبه این برای خودشون. نماینده مجلسی که باید قانون درست حسابی تصویب بکنن که شرایط مردم و مملکت از حال و روز داغون الانش مقدار بهتر بشه. قانون زیادی هم که نمیبینیم توی مجلس تصویب بکنن. همه میرن تو مجلس مثلا میگه تو چند تا دوست دختر داری، میگه 10 تا، میگه 2 تاشو به من پاس بدونه، که میگه خب اگه گرفتنمون چی، میگه مشکلی نداره، اسلام میگه صیغه کرده، میگن اوکی اگه گرفتن. یعنی صحبتاشون تو هولوش شکم و زیر پایینه، یعنی اصلا مشکلات مردم براشون مهم نیست. که از اون طرف هر کسی هم بیاد اعتراض بکنه، نماینده مجلس بازم نگاه کنید اینو من نمیگم و خودشون میگن اون کسایی که اعتراض میکنن و میرن تو خیابون بچهای پایین شهرن و نمیدونم بدبخت بیچارهن و نمیدونم مال جناح رقیبن و اونا رأیاشون مثلا افت پیدا میکنه و این. یعنی شما ببینید یعنی سطح سواد و عقل اندازه فندق. نگاه کنید. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره مند هستن اتفاق افتاده. بله دیگه. یعنی حالا این نماینده مجلسی که میگه بقیه بدبختن و مال پایین شهرن و نمیدونم گدان و نمیدونم، حالا از این واژه که استفاده نمیکنه، تو همین مایه هست دیگه. خود نماینده مجلس دوباره ور میدارن، خودشون مصاحبه میکنن، بازم اینو خودشون میگن، هی من تاکید میکنن، میان میگن یه عده قبل انقلاب مستاجر بودن تو قم، بعد از انقلاب الان خونه دارن تو نیاوران در حد 2000 متر. از مولامون امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنم، فرمودن اموالی وقتی به حکومت رسیدن گفتن اموالی که شما از حکومت بردید اگه کابین زنانتون باشه برمیگردن، دادگاه تشکیل نمیده. درسته؟ یا با اون وقتی که استاندارشون میفهمه، استاندار بصره سر سفره اغنیاس اون و اشرافی میشینه، برکنارش میکنه. درسته؟ بحث اینجاست که در بحث مسئولین حکومتی دیگه بحث دادگاهی، این که شما مال مردمه، مردم باید بالاخره دادگاه براشون تشکیل بشه، بالاخره اموال خصوصی اینا. ولی کسی که مدیر حکومت شد یک دفعه، ببخشید، وقتی نماینده مجلس میشه یا وزیر میشه یا هر مسئولیت دیگه تو این کشور گرفته، بعد از 4 سال با آلاف و الوفی میرسه، بالاخره یکی باید بگه آقا شما کجا بردید؟ سیستمی که تا امروز مریض بوده نتونسته اینو دست بیاره و به خاطر همین تو این مملکت شما اعلام میکنم وزیر 1000 میلیاردی. ما عرض می‌کنیم که از طریق این طرح میشه این کمیته بررسی کنه، بعد از 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقامات تو این کشور بودن، عرض کردم بر اساس پدیده بالاخره این درهای چرخان که طرف رفته بخش خصوصی برگشت بخش دولتی، رفته بخش خصوصی، این که شما تربیه بله
تو غرب احزابی که ازشون اگر بیرون کسایی از احزابی پشتیبانی کنن برای رسیدن به قدرت، در اون طول مدتی که در قدرت هستن نمیتوانن عرضم حضور شما که از اون حزب حمایت کنن یا قراردادی با اون حزب ببنده. یه واقعیتیه. ما بحث دنبال شفافیت هستیم. چرا اونجا نمیتونن؟ ببینید ما متأسفانه شفاف نیست. آفرین. شفاف نیست. ما باید تن بدیم. آفرین، ما باید تن بدیم به الزامات شفافیت. قبول دارم من که رد نمی‌کنم، من که قبول دارم اینو، ولی میخوام بگم که آیا فقط الان امروز شفافیت وجود نداره ما نیام رسیدگی کنیم به اموال کسایی که 1000 میلیارد بعضی انقلاب هیچی نداشته؟ نداره، ولی این طرف میگه آقا من در قم مقابله با معلوله، مستاجر بودم قبل انقلاب، این مقابله با معلوله. نیاوران خونه 2000 متری داره. یعنی نگاه کنید مردم عادی رو مسخره میکنن، خودشون تا تونستن دلدوزی کردن، الان هم 90 نفرشون رد از صلاحیتشون. البته از دید من یعنی باید بیشتر از این رد صلاحیت میشن. آره یه عدهشون وصل بودن به یه جریان خاصی و رانت و لابی داشتن و نمیدونم دم یه عده رو دیدن تا تونستن صلاحیتشون تایید بشه. یعنی ببینید در این آشفته بازار مجلس که تو سر هر کدومشون میزنی یه اختلاس در میاد، یعنی نمیدونم یه زن صیغه‌ای در میاد، شما فکر می‌کنید مملکت درست میشه؟ یعنی مملکتی که باید قانون درست حسابی توش تصویب بشه و روش نظارت بشه. مثلا من مردم عادی میرم پیش نماینده مجلس میگم بیکارم، میگه اوکی به خاطر کارت کارخونه میزنم، میره توی مجلس کارخونه رو تصویب میکنه، میدنش وزیر، از اون طرف پوله رو که به عنوان مصوبه گرفتن میذارن تو جیب مبارک خودشون. نظارت هم با خودشونه دیگه، میگن نظارت کردیم که بره تو جیب مبارک خودمون. قبلا هم دیدیم دیگه، من زنگ زدم به نماینده مجلس، ویدیوش هم گذاشتم تو آرشیو هست دیگه، اصلا جوابگو نیستن. من هیچی، شما به عنوان مردم عادی زنگ بزنید به این نماینده مجلس، به کسی که رای داد، اگه جواب تلفنتون رو دادن ضبط کنید برای من بفرستید. به عنوان نماینده مردم هم تازه اینا اصطلاحاً هستن و چه اینا چه. بگذاریم. این هم داستان این طویله مجلس و نماینده مجلس بی‌ارزش بود که یعنی جمع بزنیم 10 تا قانون هم به نفع مردم تو این 4 سال گذشته رو قبلش نمیگم تصویب نکردن. یعنی هر چیزی هم بوده، یعنی مثلا اومدن توی مجلس گفتن خودروی هیبریدی مدلش رو میخوام به شما در دوزیشون بگم، مثلا گفتن خودروی هیبریدی و برقی باید توی مجلس تصویب بشه که ورودش مثلا آزاد بشه. بعد اومدن توی مجلس سخنرانی کردن آره ما به محیط زیست باید اهمیت بدیم، کشورمونه، مردممونه، آلودگی محیط زیست باید جلوگیری بشه از آلوده شدنش، بعد حمایت بشه از محیط زیست. بعد تهش در اومده مثلا پسر خالش یا دختر خالش یا زن صیغه‌ایش واردات مثلا خودروی برقی داشته به کشور، رفته تو مجلس اینجوری سخنرانی کرده که فک و فامیل خودش رانتمون رو بگیرن، به جای اینکه بیاد بگه آقا اوکی ما می‌خوایم از محیط زیست حمایت بکنیم، این آلودگی خوزستان و کرمانشاه و ایلام و استان‌های غربی ایران بریم آقا یه حرکتی بزنیم گرد و غبار وارد کشور نشه. اینا رو که تصویب نمی‌کنن که هر چیزی که به فکر منافع خودشون باشه و رانت و لابی خودشون در میون باشه برام میان یک جوری یقه جر میدن، مثلا نگم براتون. به هر حال امیدوارم که این ویدیو رو به اشتراک بذارید همه دوستان ببینن، یعنی چه درب و داغونایی در حال حاضر تو مجلسه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید، ممنون از شما.